من یکی دو کلیپ انشاءالله سعی میکنم از دروغ‌های آیت الله قزوینی که واقعا مدتی شده این دروغگوییشون افزایش یافته، چون هر موقعی که فشار زیاد میشه روی اینا و بعد از فرارش از مناظره در برنامه سعی میکنه بیشتر دروغ بگه. یکی از دروغ‌هایی که ایشون در چند روز قبل جناب آیت الله قزوینی در برنامهشون، فکر کنم برنامه روز یک شنبه بود یا پنج شنبه، میاد انکار میکنه که هرگز سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نزد خلفا با اونها به اصطلاح نبودن و با اونها مشوره نمی کردن و به اونها مشوره نمی دادند و این که میگن مشاور بوده و فلان بوده، اینا دروغه. با همین کلیپ رو ببینیم و بعد از اون انشاءالله من مطالبی رو سعی میکنم خدمت شما عزیزان از نهج البلاغه از کلام سیدنا علی رضی الله تعالی عنه خدمتون نشون بدم. با هم کلیپ رو ببینیم. این چیزی که تو این شبکه ها میارن علی مشاور اینها بود، مشاور اینا، این از کجا آوردن؟ آیا خود آقای ابوبکر و عمر حکم مشاوره برای او دادن؟ یا علی ما جناب مستطاب عالی را به عنوان مشاور عالی نصب کردیم؟ دارن، خب بفرمان ما دستشون روشیم ببینیم که ما زیارت کنیم این دستخط و این حکم نصب امیرالمومنین برای مشاوره. خب آقا بفرمایید در طول این 25 سال چند مورد آمدن از امیرالمومنین مشورت کردن؟ اینا رو برای ما بیان کنید دیگه. با یک مشاور این است که حداقل روز یک مرتبه، هفته یک مرتبه، ماه یک مرتبه میان از مشاور مشورت میگیرن. شما بفرمایید در طول این 2 سال اندی خلافت جناب ابوبکر، 12 سال خورده خلافت آقای عمر، نزدیک 13 سال 12 سال خلافت عثمان، ببینید چند مورد بوده. آیا به تعداد سالها از علی بن ابی طالب مشورت گرفتن یا نه؟ اصلا اینها هم نبوده. می آمدن همه صحابه نشسته بودن، به قول یکی از این اعاظم، آقای عبدالرحمن ابن عوف نظر شما چیه؟ آقای طلحه نظر شما چیه؟ آقای زبیر نظر شما چیه؟ آقای سعد ابن وقاص نظر شما چیه؟ اینا خب حالا علی تو هم بگو نظر چیه؟ این شد مشورت؟ این شد مشورت؟ بله بینندگان عزیز گرامی، ببینید ما همیشه سعی میکنیم که در شبکه وصال حق و بقیه شبکه‌های توحیدی برای انسجام و وحدت بین مسلمان ها سعی میکنیم اون واقعیت هایی رو که در تاریخ وجود داره بیان بکنیم و اینکه درسته که شکررنجی هایی بوده بین سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و صحابه و همچنان بین خود صحابه، بین عمر و ابوبکر، بین عثمان و عمر، بین این چیز طبیعی است، چون اینا انسان بودن. اینها الله سبحانه و تعالی اینا رو انسان خلق کرده بود، همونطوری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو انسان فرستاده بود تا ایشون الوه و اسوه و الگو و نمونه باشن برای انسان‌ها. و الا میتونست ملکی رو بفرسته، فرشته‌ای رو بفرسته. امروز انسان‌ها چی میگفتن؟ میگفتن خب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرشته بوده، اگر که فرشته را الله سبحانه و تعالی میفرستاد، ما که بشریم ما نمیتونیم مثل فرشته عمل بکنیم، اما الله سبحانه و تعالی میگه که ما برای شما بشر و مثلکم، مثل شما یک بشر، یک انسانی را فرستادیم تا برای شما چی باشه؟ اسوه و الگو و نمونه باشه. ما میایم برای اتحاد و وحدت بین مسلمان ها در شبکه های توحیدی همیشه اون جوانب مثبت، اون جوانبی که
مفید هست برای تحکیم وحدت بین امت اسلامی رو بیان میکنیم و وقتی که وارد گلستان صحابه میشیم اون گلهای خوشبویی رو که در اونجا هست و بوی عطرش مشام انسانهای مؤمن، انسانهای مسلمان رو نوازش میده، اونا رو میچینیم و تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. همه اینایی که مریضند، اینایی که دلهاشون پر از کینه و عداوت هست و انسان مریض، من بارها گفتم انسان مریض کسی که مبتلا به سرماخوردگی یا زکام باشه، شما دیدید که بوی رو احساس نمیکنه. گاهی اوقات انقدر وضعش خراب میشه که شاید بوی خوشی رو هم بوی گند محسوب بکنه. اینها همونطوری که الله سبحانه و تعالی میگه فی قلوبهم مرض، در قلبهایشان مرض هست، نه تنها اون خوشبویی مودت و شفقت و رحمت بین صحابه رو احساس نمی کنن، بلکه دلهای چرکین و پر از کینه و بغض و عداوت اونها میاد میتراشه برای اینا. بله اینا با هم دشمن بودن، اینا به سر کله هم دیگه میزدن، با وجود اینکه حتی گاهی اوقات جنگیدن با هم دیگه، اما کینه نسبت به هم دیگه نداشتن. چون الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره حجرات میفرماید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین با هم دیگه جنگیدن. چون الله سبحانه و تعالی این آیه رو برای این بیان میکنه که به ما بگه که امکان داره که مؤمنین با هم دیگه بجنگن. معاویه با علی جنگید، اما هیچ وقت علی نسبت به معاویه کینه نداشت و معاویه نسبت به علی بغض و عداوت و کینه نداشت. درسته اجتهاد کردن، جنگیدن، شاید تصورش برای خیلی از انسان‌ها امروز ممکن نباشه که چطور دو برادر مسلمان با هم دیگر جنگیدن، اما جنگیدن، این انسان بودن، این واقعیت بشر این است. ما برای رد دروغ این آخوند رافضی که میاد انکار میکنه که علی ابن ابی طالب مشاور نبودن، وقتی که سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه به خلافت برگزیده شد، ایشون به عنوان یک مشاور در کنار خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. در زمان عمر فاروق که تصویر ذهنی که در نزد شیعیان هست که این دو نفر دیگه کارد و خیار بودن با هم دیگه، اما واقعیت چنین نیست. با هم دیگه محبت داشتن، کنار هم دیگه می نشستن، با هم دیگه مشوره می کردن. به خاطر همین است که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می فرماید که لولا علی لهلک عمر، اگر علی نمی بود عمر هلاک می شد. حالا ما از کتاب‌های خود اینا ثابت می کنیم که چرا علی اگر نمی بود عمر هلاک می شد. سراغ بقیه کتاب ها نمیریم، سندهای زیادی وجود داره. میریم سراغ صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم در نزد اینها، اخت القرآن بهش میگن، کتاب نهج البلاغه، کتابی که منسوب هست به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و بدون چون و چرا اکثر روایاتش هم قبول دارن. این تصویر جلد همین کتاب است، همین نسخه‌ای که من همیشه دارم همراه خودم در استودیو، ترجمه آقای محمد دشتی، و اینم شناسنامه کتاب. وهابیام چاپ نکردن، اینو در ایران چاپ شده. آقای دشتی از روحانیون است که این کتاب رو ترجمه کرده. در قم و تهران هم این پخش میشه. در اینجا ببینید در کلام 134 در صفحه 252 در اینجا میگه که وقد شاوره عمر فی الخروج الی غزو الروم، عمر مشاوره کرد با ایشان درباره خروج به جنگ با رومیان. خب در اینجا المشوره العسکریه، این کتاب خودتونه، میگه بله کی گفته که مشاور بوده؟ کی؟ خب این چیه؟ اگر این مشوره نیست چیه؟
ببینید وقتی یک پادشاهی، رئیس جمهوری، امیری، خلیفه میخواد با یک ابرقدرتی مثل روم، یعنی شما تصور بکنید همه کشورهای اروپایی امروز رو، چه اروپای شرقی چه اروپای غربی، به علاوه سوریه و این قسمت هایی که از فلسطین و اردن و لبنان و اینا همه، ترکیه و اینا همه جزء روم محسوب میشد، امپراتوری روم شرقی و امپراتوری روم غربی. وقتی که سیدنا عمر رضی الله عنه میخواد با این امپراتور به این عظمت و بزرگی بره بجنگه، میاد با علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه مشوره میکنه. ببینید وقد شاوره عمر فی الخروج الی غزو الروم، عمر با ایشون مشوره کرد در مورد خارج شدن در جنگ با رومیان. این به اصطلاح نص عربیش هست وقد توکل الله الی اهل هذا الدین بالاعزاز الحوزه و سطر العوره. ما میریم رو ترجمه این خطبه. ترجمه خطبه 134. عمر برای شرکت در جنگ با رومیان در سال 15 هجری با امام علی علیه السلام مشورت کرد. آن حضرت فرمود خداوند به پیروان این دین وعده داده که اسلام را سربلند و نقاط ضعف مسلمین را جبران کند. خدایی که مسلمانان را به انگام کمی نفرات یاری کرد و آنگاه که نمی توانستند از خود دفاع کنند از آنها دفاع کرد. اکنون زنده است و هرگز نمی میرد. هرگاه خود به جنگ دشمن روی و با آنان روبرو گردی و آسیبی ببینی، مسلمانان تا دورترین شهرهای خود دیگر پناهگاهی ندارند و پس از تو کسی نیست تا بدان رو آورند. خب به این کلمات دقت بکنید. تصویر ذهنتون چیه؟ عمر دشمن علی بود، علی دشمن عمر بود. این تیر و کمانشو بر می داشت، تو هر به اصطلاح چارایی تو مدینه کمانشو مینداخت، تبدیل به اژدها میشد به طرف عمر رو نمیدونم در خونش رو شکست و خونش رو آتیش زد و همسرش رو کتک زد. کلمات رو دقت بکنید. هرگاه خود به جنگ دشمن روی و با آنان روبرو گردی و آسیبی ببینی، مسلمانان تا دورترین شهرهای خود دیگر پناهگاهی ندارند و پس از تو کسی نیست تا بدان رو آورند. مرد دلیری را به سوی آنان روانه کن و جنگ آموزگان و خیرخواهان را همراه او کوچ ده. مرد دلیری را به سوی آنان روانه کن و جنگ آزمودگان و خیرخواهان را همراه او کوچ ده. اگر خدا پیروزی داد چنان است که تو دوست داری و اگر کار دیگری مطرح شد تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهی بود. طبق اعتقادش به اصطلاح تو مرجع تقلید مسلمانان خواهی بود. سبحان الله. مشوره‌ای با این بزرگی که دلالت میکنه به خیرخواهی، محبت و شفقت سیدنا و حبیبنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بر کی؟ بر سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب امیر مؤمنان رضی الله تعالی عنه. یا الله چه کلمات زیبایی. اگر تو آسیب ببینی، مسلمانان تا دورترین شهرهای خود دیگر پناهگاهی ندارند و پس از تو کسی نیست تا بدان رو آورند. تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهی بود. آیا این مشوره نیست آقای قزوینی؟ یک کمی خجالت بکش آقای قزوینی. یک کمی برو نهج البلاغه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو بخون تا این قلب‌های شما که پر از کینه و بغض و عداوت نسبت به صحابه هست، نسبت به عمر و ابوبکر و عثمان و عایشه هست رضی الله عنهم اجمعین، یک کمی این قلب، البته اگر که قابلیت جلا یافتن با سخنان سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو داشته باشه. این یکی از مشوره های بزرگی که در یکی از بزرگترین وقایع، میشه گفت بزرگترین حادثه ای که در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه رخ داد، شکست روم بود در مقابل اسلام
بزرگترین امپراتور اون زمان. اما همین علی ابن ابی طالب در جای دیگه، من 2 مشوره رو انتخاب کردم، در جای دیگه در یک حادثه خیلی بزرگ، در شکست امپراتوری فارس و فتح سرزمین ایران، علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه دوباره مشوره میده به برادرش و به دامادش عمر فاروق. با هم این رو هم از کتاب نهج البلاغه خدمت شما عزیزان نشون میدم. این کتاب نهج البلاغه است، اینم صفحه شناسنامش. در کلام 146 در صفحه 266 نهج البلاغه ترجمه آقای دشتی، در کلام 146 وقد استشاره عمر فی الشخوص لقتال الفرس بنفسه. عمر مشوره می کند از مستشار خود، مشاور اعظم خود علی ابن ابی طالب برای شرکت در جنگ علیه فارس. ببینیم که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه چه مشوره میده. من نص عربیشو نمیخونم برای ضیقی وقت، میریم مستقیما سراغ ترجمه. ترجمه خطبه 146. عمر با امیر مومنین علی علیه السلام مشورت کرد که آیا در جنگ ایران شرکت کند. ایشان پاسخ داد. ببینید شیر خدا علی مرتضی میاد در میدان، به امیر مومنان عمر فاروق مشوره میده. چی میگه؟ پیروزی و شکست اسلام به فراوانی و کمی طرفداران آن نبود. اسلام دین خداست که آن را پیروز ساخت و سپاه اوست که آن را آماده و یاری فرمود و رسید تا آنجا که باید برسد. در هر جا که لازم بود طلوع کرد و ما بر وعده پروردگار خود امیدواریم که او به وعده خود وفا می کند و سپاه خود را یاری خواهد داد. در اینجا ببینید حتی در پاورقی گفته جنگ قادسیه در سال 16 هجری بین اعراب به فرماندهی سعد وقاص و ایران در پادشاهی یزدگرد و فرماندهی رستم در اطراف مدائن رخ داد. فرماندهان ایران 30,000 سرباز از اهالی فارس را با زنجیر به هم بسته بودند که فرار نکنند. خلاصه اینجا گفته که قضیه از چه قرار هست. میریم به صفحه بعدی این خطبه. بله. در صفحه بعد، در صفحه 269 در ادامه همین خطبه خطاب به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه می‌فرماید: ای عمر، جایگاه رهبر چنان ریسمانی محکم است که مهره ها را متحد ساخته به هم پیوند می‌دهد. اگر این رشته از هم بگسلد، مهره ها پراکنده و هر کدام به سوی خواهند افتاد و سپس هرگز جمع آوری نخواهند شد. عرب امروز گرچه از نظر تعداد اندک، اما با نعمت اسلام فراوانند و با اتحاد و هماهنگی عزیز و قدرتمندند. چنان محور آسیاب جامعه را به گردش درآور و با کمک مردم جنگ را اداره کن، زیرا اگر تو از این سرزمین بیرون شوی، مخالفان عرب از هر سو تو را رها کرده و پیمان می شکنند، چنان که حفظ مرزهای داخل که پشت سر می گذاری مهمتر از آن باشد که در پیش روی خواهی داشت. ببینید واقع بینی در مشوره نظامی، عنوان خودشون گذاشتن. همانا عجم، منظور فارس ها،
اگر تو را در نبرد بنگرند، گویند این ریشه عرب است، اگر آن را بریدید آسوده می گردید. و همین فکر سبب فشار و تهاجمات پیاپی آنان می شود و طمع ایشان در تو بیشتر گردد. این که گفتی آنان به راه افتادند تا با مسلمانان پیکار کنند، ناخشنودی خدا از تو بیشتر و خدا در دگرگون ساختن آنچه که دوست ندارند تواناتر است. اما آنچه از فراوانی دشمن گفتی، ما در جنگ‌های گذشته با فراوانی سرباز نمی جنگیدیم، بلکه به یاری و کمک الله مبارزه می کردیم. این مشوره دوم سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به کی است؟ به دامادش، به فاروق اعظم، به عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه. ناراحت میشه از این که عمر بره و در جنگ کشته بشه. ناراحت میشه که مسلمان ها به جز عمر کسی دیگری رو ندارند و این یک واقعیت است که انسان بارکبین و مؤمنی مانند علی این رو درک میکرد. شما بعد از سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ببینید که درهای فتنه باز شد. تا امروز مسلمانان بعد از شهادت عمر فاروق به دست ابو لؤلؤ مجوسی علیه لعنت الله، تا امروز مسلمانان گرفتار آشوب ها و فتنه ها هستند، چون عمر مانند دری محکم در مقابل فتنه ها ایستاده بود. ببینید در زمان سیدنا عثمان فتنه در پایتخت اسلام در مدینه رخ میده. در زمان سیدنا علی خوارج از یک طرف، شامی ها از یک طرف، تا اینکه بعد از شهادت عمر دو خلیفه بعدی هم به دست دشمنان خود به شهادت میرسن. این علی بود که عمر رو میشناخت، جایگاه عمر رو میدونست که چی است در اسلام. چون مرتبط با همین موضوع است، من یکی دیگری از دروغ‌های این آخوند حیله‌گر و مکار و دروغگو رو که واقعا انسان تعجب میکنه از بی‌حیایی و بی‌شرمی که چگونه میان در جلوی میلیون ها انسان دروغ تحویل مردم میدن، خیانت میکنن. آدم واقعا میمونه آیا از جهالت و بیسوادی این هاست یا از اون قلب هایی که مرض و کینه و بغض و عداوت اونو فرا گرفته. در اینجا دو کلیپ رو من خدمتون پخش میکنم. کلیپ اول، دوستان عزیز اگر صدا و تصویر آیا داشته باشن. واقعا امیرالمؤمنین آمد بیعت کرد؟ واقعیت داره یا نه این بیعت دروغی بیش نیست؟ همونطور که مرحوم شیخ مفید میگه محققین شیعه بر این هستند که یک لحظه امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اینها بیعت نکرده. بله. کلیپ بعدی اونم در همین راستا هست، با هم این رو ببینیم. گرچه این آخوند دروغگو خیلی جایزه تعیین میکرد بارها که اگر یک دروغ از ایشون ما بیاریم انقدر جایزه میده، یک دو دروغ بیارید انقدر جایزه میده. ما 10 دروغ پخش کردیم و یک کلیپی هم بدهکاری های ایشون رو نشون دادیم که چقدر بدهکار هستن از وصال حق بابت دروغایی که گفتن. و بعد از این که دید که نه، با این چلنج ها با این دروغ ها نمیشه مردم رو فریب داد و قضیه دروغگویی ایشون دیگه که زبان زد خاص عام شده، دیگه از این چلنج ها نمیده، که از این تحدی ها نمیکنه که در مقابل دروغ های ایشون اگر کسی یک دروغش رو بیاره چقدر جایزه میده. اما اینجا میاد دوباره یک جایزه تعیین میکنه. با همین کلیپ رو ببینیم. چجوری گرد دلت قیام کرد؟ حتی یه تاریخ اصلا ننوشته که یه بار حضرت علی که روی خلفا یا روی از بزرگان شمشیری بکشه. اصلا تو کل تاریخ
جالب اینجاست که حضرت علی خودش هم با همراه ابوبکر تو جنگ بوده، همراه عمر تو جنگ بوده، همراه عثمان تو جنگ بوده. کجا جنگ بوده؟ حضرت علی خودش بیت المال دستش بوده. من گفتم جا سوال چجوری اگر شما تونستید آقای علی آقا، علی جان ببین، اگر تونستید یک روایت برای ما بیارید، یک روایت صحیح که امیرالمؤمنین در جنگ‌هایی که زمان ابوبکر و عمر بوده شرکت کرد، ما به شما جایزه میدیم، هر چقدر معین کنی میدیم، از مردم میگیریم میدیم به شما. ببین حرف خالی زدن، فله‌ای زدن که هنر نیست علی جان. حضرت علی بعد از وفات حضرت رسول یعنی هیچ کاره بوده ایشون؟ حالا هر کاره بوده، ولی در هیچ یک از جنگ‌ها در زمان ابوبکر، عمر، عثمان، علی ابن ابی طالب شرکت نفرمودن. پس تو این 20 سالی که اینا خلیفه بوده حضرت علی چی کار میکرده اونجا؟ خب مشغول کار خودش بوده، کشاورزی میکرده، باغداری میکرده. دیگر صحابه چه کار میکردن؟ تو جنگ با اونا شرکت میکردن، از اسلام دفاع میکردن. شما بفرمایید. من که گفتم ببین عزیز من، حرف همینطوری فله‌ای زدن هنر نیست که. بله، من تشکر میکنم از این آقا علی. واقعا حال این آخوند دروغو رو گرفته بود اون روز که تماس گرفتن. در کتاب الغارات ثقفی دوستان عزیز نشون بدن. این کتاب الغارات از ابی اسحاق ابراهیم ابن محمد ابن سعید ابن هلال المعروف به ابن هلال ثقفی، سید عبدالزهرای حسینی الخطیب این رو تحقیق کرده. دارالازوای بیروت لبنان هم اینو چاپ کرده. چاپ سال 1987 1407. ابوبکر به خلافت رسید. اینجا یک نوع گله میکنه سیدنا علی که یعنی ما هم دوست داشتیم که در این امر با ما مشوره بشه و جایگاه خودش رو بیان میکنه در بین مسلمین، ولکن اشاره‌ای به امامت و به این مسائل نمیکنه. و بعد میگه که از 4 طرف خلاصه شروع کردن به حمله به اسلام و برای نابودی اسلام. قضیه پیامبران دروغینی که اومدن و قضیه مانعین زکات و کسانی که کافر شدن. و میگه در این جا دیدم که از 4 طرف به اسلام دارن حمله میکنن. در اینجا من بیام دعوای حکومت بکنم، دعوای خلافت بکنم که آقا چرا با ما مشوره نکردید. میگه در اینجا میگه که ولایت امورکم التي انما هي متاع ایام قلائل. میگه که این ولایت امور یا امین حکومت داری بر شما یک متاع چند روزه دنیاست. ثم یزول، بعد از اون از بین میره. ما کان منها کما یزول السراب کما یتقشع السحاب. میگه که مانند سرابی که انسان در راه میره آب میبینه جلو خوده در که آب نیست، یا ابرهایی که در آسمان جمع میشه تو پراکنده میشه. فمشیت عند ذلك الى ابی بکر فبایعته. بعد از اینکه این دیدم که از 4 طرف بر اسلام دارن حمله میکنه، رفتم کنار ابوبکر، پیش ابوبکر و با او بیعت کردم. و نحط فی تلك الاحداث، و در اون درگیری ها و در اون اتفاقاتی که در زمان ابوبکر افتاد قیام کردم با اونها، در کنار آنها بودم. حتی زاغ الباطل و زحق، تا وقتی که باطل از بین رفت و نابود شد. و کانت کلمت الله هی العلیا، و طوری شد که وقتی که ابوبکر با اونها جنگید، با دشمنان جنگید و اونها رو سرکوب کرد، سخن الله سبحانه و تعالی یا توحید الله سبحانه و تعالی سربلند شد. ولو کره الکافرون، ولو اینکه کافران این را نپسندند. بعد میگه فتولى ابوبکر تلك الامور فیسر و سدد و قارب و اقتصد. بعد از اون میگه ابوبکر وقتی که به کرسی خلافت نشست آسان گرفت، اعمال نیک انجام داد و سعی کرد که به اصطلاح چیکار بکنه؟ اعمال خوب و شایسته انجام بده. فسحبته مناصحا، با او امراه بودم و نصیحت می کردم برای او، ناصح بودم برای او. و اطعته فیما اطاع الله، و در آنچه که الله را اطاعت می کرد از او اطاعت کردم. جاهدن، با مجاهدت. و ما
تعمت این لو حدث به حدث و انا حی. میگه هرگز این آرزو رو نمی کردم که بر هو گزندی برسه و من زنده باشم تا حی ان يرد الی الامر الذي نازعته فيه. میگه یعنی هیچ وقت آرزو نمی کردم که بلای سر ابوبکر بیاد به اصطلاح امروزی ما تا من به کرسی خلافت بنشینم. بعد از اون میگه که بعد از اون که ایشون رفت و ابوبکر از دنیا رفت، فکر کردم که دوباره من خلیفه میشم، من جانشین ابوبکر میشم. اما میگه در اینجا چی شد؟ عمر خلیفه شد. فلما احتضر بعث الى عمر فوالله. بعد از اینکه در حالت مرگ بود ابوبکر رضی الله تعالی عنه، عمر رو صدا کرد و با مشوره صحابه، طبعا داستان طولانی داره، که عمر رو با عنوان خلیفه تعیین کرد. فسمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، و ناصحنا، و همونطور که نصیحت میکردیم به ابوبکر به عمر هم نصیحت میکردیم، بهش مشوره میدادیم. و تولا عمر الامر، و بعد از اون عمر چی شد؟ خلیفه شد. و کان مرضی السیره میمون النقیبه حتی اذا احتضر قلت فی نفسی. میگه عمر چی بود؟ میگه که یعنی از سیرتش راضی بودن همه. وقتی که کسی مثل علی ابن ابی طالب میاد یکی از صحابه رو تزکیه میکنه، تعریف میکنه، تمجید میکنه، خودتون تصور بکنید که این حرفها رو باید با آب طلا نوشت. تزکیه عمر فاروق از زبان کی؟ از زبان دوستش، همسنگرش، علی ابن ابی طالب. و وقتی که میگه ایشون در حالت احتضار بود، در حالت مرگ بود، قلت فی نفسی لن یعدلها عنی. میگه فکر کردم که عمر بعد از خودش منو تعیین میکنه جانشین خودش. فجعلنی سادس سته، منو در بین اون 6 نفر یکی تعیین کرد. به اصطلاح اون مجلس اهل حل و عقدی که در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه بعد از اینکه ایشون ضربت خوردن تأسیس شد که 6 نفر بودن، یکیش سیدنا علی بود. تا ادامه این مطلب که مطلب طولانی است، دوستان میتونن به این کتاب مراجعه بکنن و مطلب رو ببینن. مطلب بعدی در کتاب بهار الانوار هست. دوستان این رو نشون بدن. این کتاب بهار الانوار، این صفحه بعدیش از جزء الثالث و 30 جزء 33 الامیرین رو چاپ کرده، از ملا باقر مجلسیشون هست، چاپ سال 1429 2008 میلادی. در اینجا در صفحه 290 در جلد 33 در اینجا میاد از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع میکنه سیدنا علی فکان الرسول الیکم من انفسکم بلسانکم فعلمکم الکتاب والحکمه والفرائض و سنت. پیامبر آمد از بین خودتان بود، به شما قرآن و سنت و فرائض و این مسائل رو یاد داد، تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت. فلما مضى لسبیله تنازع المسلمون الامر بعده. بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله مسلمان در بین خودشون در مورد جانشینی ایشون با هم دیگه تنازع کردن. خب واقعیتی است که در تاریخ وجود داره. بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم در سقیفه انصار گفتن از ما باید امیر باشه، مهاجرین گفتن از ما باید باشه، گفتن یکی از شما باشه، یکی از ما باشه، تا اینکه با کی؟ با ابوبکر رضی الله تعالی عنه بیعت کردن. میگه فوالله ما كان يلقي في روعي ولا يخطر على بالي ان العرب تعدل هذا الامر بعد محمد ان اهل بیتی. من فکر نمی کردم که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم غیر از اهل بیت مردم به کسی دیگری امارت بدن یا خلافت بدن. یک خواست سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بوده. یعنی اینجا نمیاد دیگه بله ای مردم، من فکر نمی کردم که بعد از غدیر خم که دست من رو بالا بردن و من رو از طرف الله به عنوان امام و خلیفه تعیین کردن کسی دیگری بیاد در این امر با من منازعه بکنه، چون که علی به غدیر خم و امامت و به اون خزعبلاتی که امروز شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی تبلیغ میکنن اعتقاد نداشت.
بعد از اون چی میگه؟ بعد از این مسئله میگه مردم رفتن و خلاصه با ابوبکر بیعت کردن. فمسکت یدی، میگه من بیعت نکردم. و رأیت انی احق بمقام محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ملت محمد فی الناس ممن تولی الامر بعد. میگه من برحق بودم نسبت بر کسی که با اون بیعت شد با ابوبکر در سقیفه. فلبثت بذلک ما شاء الله، میگه مدتی صبر کردم، مدتی که الله سبحانه و تعالی خواست. حتی رأیت راجعة من الناس رجعت عن الاسلام، میگه دیدم که تعدادی از مردم مانعین زکات، کسانی که کافر شدن که امروز اونا رو مسلمان میدونن، مؤمن میدونن، قزوینی و امثال قزوینی. حضرت علی رضی الله عنه میگه اونا کافر شدن، مرتدین بودن، از اسلام برگشتن. قزوینی و شاگردانش و شبکه ولایت میگه نه، اونا مؤمنین بودن، با ابوبکر مشکل داشتن، با اسلام مشکل نداشتن. میگه اونا دیدم که اینا چیکار میکنن؟ دعوت میکنن برای نابودی دین الله و ملت محمد. میگه بعد از اون ترسیدم که اگر اسلام رو یاری نکنم و اهل اسلام رو یاری نکنم، این اسلام نابود بشه و این گناه و معصیت بزرگی بر من بشه. اعظم من فوات ولایت امورکم، که بر این گناه عدم همکاری و نصرت اسلام بر من گرانتر و سنگینتر باشه، گناهش بیشتر باشه از ولایت امورتان، از ولایت و خلافتی که بر شما خواهم داشت. انما هی متاع ایام قلائل ثم یزول. میگه این خلافت و امارت متاع دنیاست. ببینید علی میگه این خلافت بر شما، ولایت بر شما متاع دنیاست. آخوندا میگن نه، این نص الهی است، بالاتر از نبوت است. شما شیعیان عزیز خودتون قضاوت بکنید، علی رو تکذیب میکنید یا آخوند رو تکذیب میکنید. علی میگه این متاع دنیاست، حکومت بر شما متاع دنیاست. آخوند میگه نه، این نص الهی است بر امامت، که مانند سرابی که از بین میره و انسانو فریب میده و مانند ابرهایی که پراکنده میشن. فمشیت عند ذلك الى ابی بکر فبایعته. بعد از این میگه به سوی ابوبکر رفتم و با او بیعت کردم و در اون واقعات و حوادثی که در اون زمان رخ داد شرکت کردم، تا اینکه باطل از بین رفت و نابود شد و کلمه الله سبحانه و تعالی برافراشته شد، در بالا قرار گرفت. ولو کره الکافرون، اگرچه که کافران نمیپسندیدن. ادامه همون نصی است که در کتاب غارات هم خدمت شما عزیزان بیان کردیم. ببینید هم بیعت کرد و هم در اون حوادثی که در زمان ابوبکر بود که از 4 طرف برای نابودی اسلام قیام شده بود، علی شرکت کرد. پس علی تکذیب میکنه آیت الله قزوینی و امثال آیت الله قزوینی رو. هم بیعت کرد و هم در اون جنگ ها و در اون حوادثی که در اون زمان بود شرکت کرد. قضاوت با شما عزیزان، هر کدومش رو دوست دارید قبول بکنید، حرف قزوینی و یا حرف سیدنا علی رضی الله تعالی عنه.